بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و السلام علیک یا باب الحوائج یا ابا الفضل العباس. سلام مردم، سلام هم نفسای نازنین و دوست داشتنی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. هم به امام حسین جان سلام تقدیم کردم، هم به برادرشون سقای دشت کربلا حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیهم السلام، به این دلیل که ما همچنان با افتخار و به دعای شما محضر فرزند نازنینشون امامزاده سید علی هستیم که با 3 واسطه فرزند ابوالفضل العباس علیه السلام هستند در شهر مقدس قم و زیر سایه کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. ان شاءالله خیلی زود نصیب و قسمت هممون بشه زیارت کربلای معلا و نصیب و قسمت شما هم بشه اینجا زیارت فرزند حضرت باب الحوائج. خیلی ممنونم که افتخار میدین تا پایان همراه ما هستید و صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین سعیدی آریا. بفرمایید. یا مولاي یا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که پای تلویزیون نشستین و میخواین بشنوین صحبت‌های حجت الاسلام والمسلمین سعیدی آریا رو. منم مثل شما سراپا گوشم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانمون بینندگان بزرگوار. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشاءالله قلب‌های پر از محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم و انشاءالله ببینیم به چشم ظاهر ظهور حضرت قدرت رو و انشاءالله سربازی. الهی آمین. الهی آمین. چی از این بهتر انشاءالله که نصیب و قسمت هممون بشه انشاءالله به برکت دعای خیرتون و نفس پاکتون. ممنون از لطفتون. خب ما دفعه پیشی که خدمت شما بودیم درباره زیارت اربعین و پیاده روی اربعینی
پدیده آخرالزمانی از شما شنیدیم و حظ بردیم. منتها هر اتفاق خوبی، هر اتفاق درستی ظاهراً یه آفاتی هم داره دیگه، که حالا اشارت‌های شما داشتین تو جلسات گذشته، ولی به نظرم از اونجایی که خب دیگه حالا خیلی‌ها حتی قبلتر از این یه جورایی در حال مهیا شدنن برای زیارت اربعین، حالا دنبال گذرنامه، کارا رو راست کردن، نمیدونم که خلاصه شاید مهیا بشه که تشریف ببرن برای این ایام پیاده روی. به نظرم حالا خوب قبل از این شروع این مسیر پیاده روی مشایه ما از آفات این مسیر و این زیارت و این پیاده روی با خبر باشیم که بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. اگه صلاح بدونین راجع به این به قول معروف دنبال راهزنا باشیم. آره، مسیر رو میخوایم بریم، مسیر مقدسی هم هست، ولی بالاخره راهزن هم در مسیر هست. یعنی یه سری نگرانی ها رو دارید بیان میفرمایید. بله. نگرانی ها، من میترسم از یه چیزایی. به نظرتون کی بیشتر از همه عاقلانه تر و آگاهانه تر از پیغمبر بهتر میتونه ما رو راهنمایی کنه؟ هیچ کس. فدای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. انی اخاف علیکم، مردم براتون میترسم، نگرانم. ان تتخذوا القرآن مزامیر، میترسم اتخاذ بکنید قرآن رو به صورت مزامیر، مزمور نی. میترسم قرآن از هدن للناس تبدیل بشه به موسیقی، انقدر سطحش بیاد پایین. نگرانی پیغمبر یعنی واقعیه، یعنی چیز تعارف بردار نیست. یعنی امکانش هست که قرآن هدن للناس با تمام کیفیتش تبدیل بشد بین مردم به یک موسیقی، یک کلامی که بی اثر باشد. و اینقدر این احتمال بالاست که نگرانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه برای امتش باشد. یعنی از قرآن فقط یک آوا و نوایی بماند. و این داریم تو روایت خیلی نزدیک 40 و خورده ای مورده که نگرانی های پیغمبر برای امتشون هست. یکیش اینه. عجب. خب کتاب ما و اهل بیت علیهم السلام، کتاب الله و اطرتی به همدیگه چسبیده است، افتراق نداره. لن یفترق است. یعنی هر چه برای این نگرانیم برای اونم باید نگرانی بشه. اگه از مجلس قرآنمون نگرانی مجلس قرآن تبدیل بشه به مجلس موسیقی، باید از مجلس اهل بیت علیهم السلام، از هیئت، از مشایش، از اینا هم بترسیم که از جهت خودش خارج بشود، بره توی مسیر دیگه‌ای. خدایی نکرده نماز من اگر با ریا باشه، درسته صورتش نمازه ولی به هیچ دردی نمیخوره. شده برای اینکه وامم میخواد جور بشه پیش مثلا رئیس ادارمون دارم میخونم، ارزشی داره؟ نه. تازه شرک هم هست، شرک خفی بهش میگن. این که همون نماز نگاه کن، ببین رکوع داره، ببین سجده داره، ببین غیر المغضوب علیهم چقدر غلیظ میگه. اصلا اینا دیگه ملاک نیست، از جهت خودش خارج شد. قرآنی که مزامیر شد، روایتش اگر خواستن دوستان ببینن با همین کلید واژه ها میتونن پیدا بکنن. ان تتخذوا القرآن مزامیر. نگرانی های پیغمبر اصلا بزنن تو فضای مجازی هم میاد براشون پیش از 40 نگرانی های پیغمبر. آره که میترسم حاکمانتون غیر مسلمان، غیر اسلامی قرار بگیرن. همون اتفاقی که یزید بیاد بالا سر امت و پایین سریاش بپذیرن حضور او رو، 3 روز عزای عمومی اعلام بکنه به خاطر بوزینش که از روی اسب افتاده و مرده. عزای عمومی بین مسلمان ها بشود بوزینه یزید. این یه وقت عملش از جانب او چقدر قبیحه، قبیح تر از اون پذیرش مسلمان هاست که اینو بپذیرن. 2 مطلب دارم عرض میکنم. پذیرش این طرفی که اینایی که اینجوری امام حسین علیه السلام رو طغیانگر ببینن، اصلا مگه میشه اینجوری دید؟ بله شد، نگاه کردید. جهاد به قول خودشون، البته به قول زیارت عاشورا علیه السلام، قول امام حسین علیه السلام رو اون طرف مقابل جهاد ببینن، یعنی قربتاً الی الله برن به جنگن، پناه بر خدا. حالا اینقدر حق و باطل بله ممزوج میشه، قاطی میکنن و این اتفاقات میفته. برگردیم. پس میشود هدایتی از حیثیت خودش خارج بشود، میشود قدرت کمتری پیدا بکنه، بیاد تضعیفش بکنه. شیطان همینم میخواد. اگه منو یک قدمم دور کنه، حواس منو پرت بکنه، تو رانندگی یه نفر خوابش میبره کامل، یه نفر یه چرت میزنه، یه لحظه حواسش پرت میشه. اینا همش حواس پرتیه. دقت در رانندگی رو پایین میاره،
پلیس به شما میگه اجازه نداری با موبایلت حرف بزنی، یا چون میدونه حواس آدم یه مقدار محدودی داره، یه مقدارش اگه رفت برای تلفن و اینها بقیه‌اش دیگه به رانندگی نمیرسه، خطر ایجاد میکنه. شیطون هم اینو میدونه، میگه حواس من رو پرت کرد نسبت به دنیای من. تو زیارت 40 که انشالله خدا قسمت همه بکنه، حواس پرتیه رو حواسمون باشه. آفتش یکیش حواس پرتیه. تو تمام دنیا غفلت، اللهم انی اعوذ بک من سنة الغفله، اینو امام زین العابدین علیه السلام تو دعای 8 صحیفه مبارکه سجادیه. خدای پناه میبرم به تو از اینکه غفلت منو بگیره. تو اون زیارتی که میتونه خیلی برای من مفید باشه، یک یادهای دیگری من رو بگیره، یک جهتگیری های دیگه. برخوردم با مردم، غفلت ها چجوری باشه؟ ممکنه یکی به من تنه بزنه، اون بستر عصبانیتی که در من وجود داره پاشو بذاره رو پام مثلا، این اتفاق میفته. یکی میگه آقا ببخشید، اون میگه ببخشید آقا این حرفا چیه؟ آقا حواستو جمع کن. این دو جور برخورده ممکنه تو خیابون هر دو تا برخورده شب ببینیم، ولی تو زیارت 40 نباید دومیش باشه. باید این غضب تو حل کرده باشی. آفتش چیه؟ حالتهای عصبیه. 1000 ناملایمات ممکنه پیش بیاد، مسئله مشکل. صبوری باید داشته باشی. فلانجا معطل میشیم، فلانجا گرما هست، فلانجا. اینا همه رذائل اخلاقی، یکی از بزرگترین موانع درک این حالته. یهو میبینی حالتش رفت، گرفتن ازت، بی‌ادبی کردی نسبت به دیگری، کم تحملی کردی. وقتی که داشتی یه حرف زشتی زدی، خدایی نکرده، یه مقدار از قبلش تمرین میخواد. آدم رو دوشک کشتی میخواد بره، دیدی اینا که قبلش گرم میکنن خودشونو. عزیزان واسه ماه مبارک یه اصطلاح میگن ماه رجب و شعبان آمادگیست برای ماه مبارک رمضان. شروع میکنن از اول رجب، نماز شبها چجوری باشه، چی باشه. هنوز ماه رمضان نیومده ولی نیاز به آمادگی داره. مثل اون گرم کردن است که مثال زدم. قبل از محرمی گرم کنیم خودمونو برای یک جایی که میخوایم بریم. رفتارم دیگه نمیتونم مثل تو خیابون باشه، خواست هم نمیتونم اینجوری باشه. قربتن الله هم جهت گیریم طرف امام حسین علیه السلام، اینا تربیت شدن. میخواد بدونید اونجا موانع بیشتر میشه، یعنی شیطان با تمام قدرت میاد. آیا میخواد که تو برسی به لقا؟ آیا میخواد که تو آدم بشی؟ میخواد اینجا پاک بشی؟ اینا خیلی روش بحث داره. انشالله بازم نسبت بهش عرض. خیلی ممنونم. چشم. خیلی ممنونم که دارید ما رو توجه میدید به نکاتی که واقعا جای نگرانی هم داره، خیلی زیاد. چون این همه وقت بذاری، بدو بکنی، هزینه بکنی، شرایط فراهم کنی، بری اونجا، بعد اون چیزی که باید گیرت بیاد نیاد، بعد تازه ممکنه واقعا بدی هم مثلا بخواد بیاد. خدا نه. انشالله با راهنمایی‌های شما و مثل شما سفر همه، سفر پربار و با دست پر همه انشالله به سلامتی و دست پر هم برام برگردن انشالله. یه فاصله بگیریم و برگردیم، باز میشنویم از نکات شما استفاده میکنیم. بفهم. قلب زینب گشته از غمزار و مستر، ناله دارد اون به احوال برادر، کربلا با اون زند بر سینه و سر. قلب زینب گشته از غمزار و مستر، ناله دارد اون به احوال برادر، کربلا با اون زند بر سینه و سر. شده تمام آسمان ها پر از نوای آه زهرا، از آن دمی که او فدا شد، به ملک ز قدس سوزان، به کهکشان گرفته باران، از آن دمی که او فدا شد. حسین 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 جان، حسین 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 جان، حسین
حسین حسین حسین حسین جان. سلام خدا بر حضرت سید الشهدا و سلام خدا بر همه دلداده ها و شیفته ها و عاشقان حضرت آقا امام حسین علیه السلام که هرچی به اربعینشون نزدیک میشیم رو پای خودشون بند نیستن و دل تو دلشون نیست که خدایا بالاخره نصیب و قسمت ما میشود امسال دوباره بریم. هر چقدر هم که سالهای گذشته رفتیم و نمیدونم آفتاب سوزوند و خسته شدیم. خیلی آدم میشنوه میگم وقتی مثلا میان میگن وای خیلی دیگه واقعا امسال مثلا من مریض شدم اینجوری شدم سخت شد فلان حرفا، معلوم نیست دیگه سال دیگه، اما همچین نزدیک اربعین میشه دیگه رو پای خودش بند نیست. آقا من دوباره خودم برسونم به خیل. همینه. آره. گر از نخورده بگیر بده به خورده. آره والا آره. اونی که چشیده میدونه چه. آره حلوای همترانی تا نخوری ندانیم. خب عرضم حضور شما که داشتین از نگرانی ها و آفات نگرانی ها. بله. این پیاده روی و زیارت اربعین میفرمودید. یکی دو تا تو ذهن من میاد، نمیدونم حالا توی دستبندی شما هم هست یا نه. یکی این که بالاخره اونجا سنگ تموم میذارن دوستان عراقی ما و از جون و دل پذیرایی میکنن از زائران امام حسین. یه وقتی حواسمون بره اونجا که حواسمون بره به این که بریم اونجا پذیرایی بشیم. درست. این چی میگم؟ اینم بالاخره ممکنه همینطوره. ببینید آدما اولا وابسته به جسمشون هستن. شما نگاه میکنین حضور قلب اصل نماز دیگه اون حضور قلبشه دیگه مخ نماز اینه که آدم با خدا داره حرف میزنه. رساله رو باز کنیم یه ذره نگاه کنیم. جلوی در باز نماز نخون، جایی که شلوغ نماز نخون، جایی که یه نیاز جسمی شدیدی داری نماز نخون، برو نیاز رو برطرف بکن بیا. یا ما داریم راجع به ارتباط با خدا حرف میزنیم، به گرسنگی چه ربطی داره؟ به در باز چه ربطی داره؟ یعنی ما جسممون درگیر میشود. وقتی محیط شلوغ باشه نمیتونم تمرکز بکنم. یه جایی که نوشته داره که راحت داره آدم نماز بخونه که بخونتش اونجا رو مثلا هی بخونه. یعنی ما از جسممون تأثیر میگیریم. تو روز عرفه ما روزه گرفتنش استحباب داره، ولی به یه شرطی، شاید شرط رو همه عزیزان شنیده باشن، به شرطی که از حال نبره آدم که دیگه آدم نتونه دعا رو اینها رو بخونه. پس یعنی خود دعا خوندن رو میفهمیم یه چیزای جسم ماست. آدم حالش وقتی توی جسم ضعیف باشه روی روحیاتش هم تأثیر میذاره. نماز شب بیدار میشی بخونی استحباب داره که مثلا یه 2 تا حبه انگوری یه چیزی مثلا بخوری بعد نماز شب تو شروع بکنی. یعنی این جسم من مرکب روحمه، باید رسیدگی بهش بکنم. درسته؟ آمادگی. بله باید این آمادگی و بستر درش ایجاد بشه. تاثیرگذاری جسم روی روح قطعیه. یعنی مال حروم وقتی جسمی بخورد کلام امام را نمیشنود. ملعت بطونکم من الحرام، شکمی از حرام پر شده. یا پرخوری به حلالش هم باشه بازم مبغوض پیش خداوند. هیچ ظرفی به اندازه شکم پر پیش خدا مبغوض نیست. اینا متن روایات دارم فارسیش رو عرض میکنم خدمت عزیزان. پس یه اندازه هایی هر کسی هم از خودش خبر داره ها، میدونه توی چیا باشه، چه اهمیتی داده، خودش سلامتیش دایر مداره چیه. یه نفر میدونه اگه اینقدر راه بره آقا مشکل، فردا نمیتونه بقیه راهو بره، باید اون موقع استراحت بکنه. اینا که تابع دانستن خود آدم و اطلاعات از جسم خودشه. ولی حواست به حواشی پرت نشه. اینا خوشمزه هایی هست ولی مزه اصلی چیز دیگه ایه. اینجا اگه خیلی خواستی حواست به اینا پرت بشه، ما آدمای خاصیتی داریم. اگه روی دستمون رو دیدیم دیگه نمیتونیم پشت دستمون رو ببینیم. حواسمون اگه به این طرف پرت شد دیگه نمیتونیم طرف مثلا چپمون رو ببینیم. بچه کوچیک زمین میخوره، آخ پام درد گرفت، میدوی پیشش، بابا چون نگاه کن اون بنجیشگر بالای درخت نگاه کن، زود یه چیزایی حواسش رو پرت میکنی. درد وجود داره ولی حواسش از درد پرت میشود. اگه تونستی حواسش رو پرت کنی، با اینکه درد وجود داره درد نمیکشه. نه خاصیتمون همینه، با اینکه درد وجود داره. درد من چیز دیگه ای بود، اومدم کربلا. با رفیقی باش که اینو تکرار کنه، با کسی باش که با داری اونجا میری که تو رو حواستو پرت نکنه. میدونی توی تشییع جنازه یک کراهت داریم یه چیز حرفایی که حرف دنیا بزنی، لا اله الا الله، حرف دنیا زدن،
چرا کراهت داره؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجا موقعیتی است که تو باید یاد مرگ بیفتی، یاد رفتن بیفتی. این آدمی که میشناختیش و الان توی این تابوته، همونیه که تا دیروز با هم تعامل داشتید، الان دارن میذارنش تو قبر. حالا تو بیا بگی فلان چیز چنده، افراسی چه خبر از فلان، چه خریدی، فروختی؟ کراهت داره. خیلی هم بد گفته شده توی روایات، چون نفس خرید و فروش چیز بدی نیستش. تو مال تو بازاره، نه مال تو تشییع جنازه. تو بازار که درستش هم همین است. بعضی موقع واجبم میشه برای آدم که نفقش رو به دست بیاره، ولی اینجا نه. جا رو بشناسیم عزیزان. تو محیط اربعین، تو اونجا حرف دنیا زدن، تو جایی که داره این کار، حالا یه وقت خوردن و خوابیدن و این مسائلش هست، اینقدر بهش با زیادی اهمیت ندید. بهای بیش از آره، بیش از حد داده نشه. به همان اندازه‌ای که سد جو هست، به همون اندازه‌ای که نیازه، به همون اندازه‌ای که میدونی حواستو پرت نمیکنه. من تو بچه‌هایی که مثلا میخوان کنکور بدن، اینو یه آقای دکتری بود تو اینترنت دیدم، مثلا گفته و صبحش مثلا غذای سنگینی، چیز سنگین نخورید، مقوی باشه ولی سنگین نباشه. یعنی اونم میدونه موقع امتحان دادن غذای سنگین، اون خونی که مثلا میخواد به معده برسه و هضم غذا و انرژی که ببره از مغز تو کم میذاره. این توی یه چیز عادی امتحان ساده این ثابت شده هم هست. یعنی توصیه است که خیلی از آقایون دارن حتی برای امتحان، تو ایام امتحانات خیلی دیدم حتی امور تربیتی مدارس اینو توصیه میکنن به پدر و مادر دانش آموزا چه غذایی باشه. میخوام بگم همین غذای رو ما تاثیر میذاره، حتی حجمش رو ما تاثیر میذاره، تو حضور قلبمون تاثیر میذاره. حالا اینکه من دوست دارم و استفاده میکنم و اینها، حواسم به اثرش هم باشه. دست من نیست، اگر پرخوری کردی بالاخره اثرش هست، ولی حیف سالی یک بار میخواد. نه، کی گفته سال دیگه نصیب من میشه؟ اومدیم و نشد به هر دلیلی، خدا نکنه ولی به هر دلیلی نشد. حالا بعد اینه که اصلا شد سال دیگه هم مال امسال تموم شد، پروندهشو بستن، همه این غذاها رو بعدن هم میشه خورد، همه اینا قابل استفاده است، قابل تدارکه به قول ما. اون چیزی که نمیشه این 40 امساله که دیگه 40 مثلا سال 403 دیگه تکرار پذیر نیستش که. اینا رو دقت بکنیم، حواسمون به چیزای حواشی اینجوری پرت نشه. حرفشو گفتم مثل اون حرف تشییع جنازه است، حرف دنیا زدن توش هم توش نهی شده. قدر اگه دونستیم فهمیدیم کجاییم و قدممو درست برمی‌دارم. وقت نگاه میکنی حال منقلبه، بعد به افرادم دیگه مثل افراد عادی نگاه نمی‌کنی، آفت نمیگیرتت.